چطورین؟ من اومدم با ولاگ شمال. تو این ولاگ خلاصه 4 روز سفر به شمال داریم. اولین باره که اردیبهشت ما میام شمال و واقعا بهشت تو شمال میتونید تو این تایم ببینید. لذت جاده چالوس، آشکده کندوان، خوردن اکبرجوجه، همه اینا کنار هم بهشت واقعیه. مقصد ما بابلسر بود. شاید بپرسید چرا بابلسر؟ چون دختر خالم مدتی اونجا زندگی میکنه و من تصمیم گرفتم چند روزی کنارش باشم. از قشنگی ساحل بابلسر که بگذریم میرسیم به بازار روز قشنگش که واقعا همه محصولات تر و تازه خوشمزه رو دارن. قسمت خوشمزه ترش اونجا بود که می اومدم خونه غذاهای خوش رنگ و لعاب دختر خالمو می‌دیدم. دعوت شدیم خونه دخترعمه مامانم و این گلای کاغذی خوشگل دم در خونه‌شون بود و به به چه غذاهایی نگم براتون، عالی بودن. برای من جنوبی واقعا آب و هوا تازگی داشت. برنامه من یک هفته استراحت بود که همینطور که می‌بینید از لحظه به لحظهش استفاده کردم خاطرات روزای قشنگی در کنار عزیزان برای خودم رقم بزنم. ادامه سفر یک هفتمون تو ولاگ بعدی